دوستان سلام، همیاران با صفای سیمای آزادی سلام. آخه بنده موشکاف از کجا شروع کنم؟ از کی بگم؟ از ناید خانوم از هلند که با اسم آوردن از ما خجالتمون داد، یا از جناب رازانی از تهران که گفت سیمای آزادی گنجینه برای همه ایرانی هاست، از منوچهر عزیزم بگم که از سوئد تماس گرفت، یا از ناهید خانوم که از ارومیه زنگ زد و از امید به فردا گفت. دم همگی گرم، حرفای تک تکتون شنیدم و کلی ذوق کردم. فرید جان با شما که از سوئد زنگ زدی، حقا که گل گفتی. سیمای آزادی دارایی همه مردم ایرانه. بله، آرزو خانم از انگلستان پیام شمارم شنیدم. خاطرتون جمع باشه، تا سیمای آزادی همیارایی مثل شما داره هیچ وقت صداش خاموش نمیشه. ای کاش وقت داشتم تا اسم تک تکتون رو میبردم، اما چه کنم که وقت کمه و باید بریم سراغ پنبه‌زنی عظما. بریم ببینیم همزمان با مشتایی که شما نثار فک آخوندا میکنید خودشون تو چه حالی هستن و به چه فلاکتی افتادن. آقا اون دوئلی که اون شب براتون گفتم اون یادتونه؟ بله، منظورم دوئل بین باند علیگدا و باند کوسه است. حالا الان شیخ فری ماشه رو کشیده و همینجوری داره گلوله های زهرالود بدی رو روونه میکنه به سمت عمامه عظما. از انرژی هسته‌ای مهمتر انرژی ملت بزرگ ایران است. آره دیگه، انرژی هسته‌ای که اصلا مهم نیست. فقط تنها سوالی که باقی میمونه اینه که چرا این همه سال این همه پول رو ریختی تو گلوی سانتریفیژا؟ چرا پولا رو پای انرژی مهمتر نریختی؟ اصلا پولا کجا رفت؟ اگه هسته‌ای مهم نبود پس این همه کله ملق استراتژیک واسه چی بود؟ چرا علیگدا این همه قضیه زهرخوری رو کش داد؟ شیخ فری به جای پاسخ به این سوالا میره سراغ تقدیم جام زهرای بعدی. ما ملت بزرگی هستیم که نشان دادیم پیچیده ترین و مهمترین مسئله سیاسی جهان یعنی موضوع هسته‌ای را پای میز مذاکره حل و فصل کردیم. بنابراین ما قادریم سایر مسائل را هم در این منطقه و جهان پای میز مذاکره و منطق حل و فصل کنیم. به پای یهو سردید نکنی شیخ حسن. به صورت سینه‌خیز پای میز مذاکره زهر خوردی، بعد اسمشو میذاری حل بزرگترین مسئله جهان؟ پس لابد منظورت از حل سایر مسائلم جام زهرای بعدیه دیگه، نه؟ صاف و پوسکنده بگو ببینیم چی کار میخوای بکنی؟ و ما انشاءالله به راه خود به مسیر خود ادامه میدهیم. ما شرایطی را به وجود خواهیم آورد که مسیر توسعه، آبادانی، پیشرفت برای سراسر ایران و کردستان عزیز فراهم شود. همه اینه که گفت اسم مستعار ادامه مسیر زهرخوری بود. حرف این شیخ فری و بابا کوسش یه چیز بیشتر نیست. میگن آقا پیش به سوی گره خوردن ریش نظام با کروات غرب. ما در ادامه راه به خاطر وحدت ملتمان، به خاطر هدایت رهبر معظم انقلابمون، ما به خوبی راه را ادامه خواهیم داد. البته طرف مقابل متاسفانه در سرزمین خود مشکلات فراوان دارد
و به خاطر مشکلات فراوان خودم هست که گاهی در بیان حرفها دچار لغزش‌ها و خطاهای نابجا می شود. منظورش اینه که این شیطان بزرگی که امام میگفت همچینم شیطان نیست، فقط بعضی وقتا اونم به خاطر مسائل داخلیش یه شیطنت هایی میکنه، یه خطاهایی، لغزشهایی هست که باید از کنارش گذشت. مهم زهریه که باید بزنی تو رگ و خلاص. مثل اکبر کوسه که حالا دیگه تعارف رو کنار گذاشته و همچی بی پرده از امریکا حمایت و زهر حواله میکنه. سپاه قدس. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ورود ترکیه به صحنه جنگ با داعش و اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک به آمریکایی‌ها برای بمباران مواضع داعش میتواند نقطه امیدی برای اضمحلال این گروه باشد. این همون اکبر کوسه است که یه زمانی از این فیگورا میگرفت. آیون دیگه از این به بعد شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا. تعجب نکنید، چرخش مداری از ویژگی‌های بارز امام و ملیجکش بود. این آخر عاقبت رژیمیه که با گوشای آویزون و کمر خم میره پای زهرخوری. قربون شما، شب بخیر.